سلام خدمت همه دوستان خوب ماوراتب. بعد از چند وقت برگشتیم با یک لایو خیلی خیلی جذاب با خانم دکتر بکزاده عزیز، متخصص زنان که بیش از 20 سال تجربه در این زمینه دارن و قراره که امروز باهاشون در ارتباط با تکرر ادرار و عدم کنترل ادرار در خانم ها صحبت کنیم. منتظر میمونیم خانم دکتر بکزاده عزیز به جمعمون اضافه بشن و ما بتونیم از اطلاعات و تجربیات خیلی خوب ایشون استفاده کنیم. سلام خانم دکتر. سلام. وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. خیلی ممنون از تایمی که گذاشتید برای ما و همراههای ماوراتب. خواهش میکنم، وظیفه است. قربونتون. خانم دکتر، ما 10 دقیقه تا یک رو میخوایم از وقت ارزشمند شما رو بگیریم و ازتون چند تا سوال درباره درمان تکرر ادرار بیاری ادرار بپرسیم. من سوالاتی زیر پستتون کامنت گذاشتن رو دونه دونه از شما میپرسم و من اطلاعاتتون رو در اختیار هم دوستان ماوراتب قرار. خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمتتون هستم. این بود که این لیزری که انجام با بی‌حسیه یا به صورت بیهوشی انجام میشه؟ ببینین، لیزر CO2 فرکشنال هست که پروب واژینال داره و 100% بدون درده. اصلا احتیاج به بی‌حسی و بیهوشی نداره. حالا ما محض احتیاط اونم بیشتر به خاطر مسائل روانی بیمارا که اولش یه ترسی دارن میگیم که یه پماد بی‌حس کننده بزنیم، ولی واقعا نیاز نداره. سوال بعدی که این هستش که تو درمان مشکلات جنسی همین لیزر گذاره یا نه تأثیری اصلا نداره؟ ببینین، تو تمام کشورهای سری مطالعاتی در این زمینه کردن و به اثبات رسیده که لیزر CO2 فرکشنال میتونه وقتی رو قسمت کلیتوریس و وولو و واژن زده میشه اون حس رو بیشتر کنه و متقابلا اون احساس رضایت بیمارا بیشتر میشه و ضمناً خب اون خشکی و درد هینر نزدیکی هم وقتی کم بشه به هر حال مشکلات جنسیشون برطرف میشه. خب بعد خانم دکتر، سوال بعدی که پرسیدن بعد از درمان حالا مشکلات جنسی این هستش که عفونت‌های واژن رو هم برطرف میکنه یا نه، عفونت‌های واژینال رو؟ بله. ببینین، لیزر CO2 فرکشنال باعث افزایش لاکتوباسیل ها و فلور نرمال واژن میشه که به نوبه خودش میتونه از واژینیت های باکتریال و عفونت های قارچی پیشگیری کنه و همچنین درمان کنه، یعنی کاهش میده این عفونت ها رو. بعد خشکی واژن رو هم که گفتید درمان میکنه که سوال دیگه بوده، پس در خارش‌های واژن رو هم این میتونه تا حدودی درمان. بله، خارش هایی که حالت مزمن پیدا کردن در اثر خشکی و آتروفی و اینا هست، خارش ها هم درمان میکنه و مریض احساس بهبود میکنه، احساس رضایت میکنه. ببینید، لیزر واژن باید در 3 نوبت انجام بشه، ولی معمولا کسایی که مثلا یه مقدار احساس ناراحتی و خشکی و خارش و سوزش و حتی سوزش مثلا سر مجرای ادرار دارن، اینا با همون اولین جلسه‌ای که من لیزر رو میزنم رضایت رو به دست آوردن، ولی خب برای ادامه درمانشون 3 جلسه‌شون رو باید تشریف بیارن که درمان بشن، در واقع درمان اساسی براشون انجام بشه. این اتفاقی که براشون اول افتاده تثبیت بشه. بله. خانم دکتر، برای تنگ کردن واژن که حالا خیلی الان داره انجام میشه از همین دستگاه CO2 فرکشنال استفاده میشه؟ بله. من توضیح بدم که لیزر CO2 فرکشنال با 2 تا مکانیزم عمل میکنه. یه مکانیزم مکانیکی داره در واقع که لای برداری سطحی مخاط واژن رو انجام میده که همون جوانسازی و اینها اتفاق میفته، و یه مکانیزم حرارتی عمقی داره که باعث تولید کلاژن میشه، در واقع کلاژن رو زیاد میکنه و این خودش اون بافت‌های کلاژن که در هم تنیده میشن و کنترکته میشن و یه حالت شرینکی تو واژن ایجاد میکنن، کل مجرا رو جمع و تنگ میکنن و در واقع یه تایتنینگ ایجاد میشه توی مجرای واژن. تا چه حد این جلوگیری میکنه بی‌اختیاری ادرار به تکرر؟ چون اگر حالا دوستان اگر در اطرافشون دیده باشن، خیلی از خانم ها وقتی زایمان میکنن بعد از زایمانشون حتی عطسه کردن هم براشون سخت میشه. بله. ما میخوایم حدی این کمک میکنه به درمان این ها درگیرش میشن. ببینید، کلا بی اختیاری استرسی ادرار به چی گفته میشه؟ به این گفته میشه که در اثر هر استرس و فشار اضافه‌ای مثل عطسه، خنده، سرفه، ورزش‌هایی مثل طناب بازی، مثل بلند کردن وزنه، اینها فشاری که وارد میشه باعث میشه اون نظم ادراری به هم میخوره و اون شخص احساس بی اختیاری میکنه
و حتی مثانه هایپر اکتیو، یعنی مثانه بیش فعال، اینایی که مثلا هنوز مثانه پر نشده احساس میکنن مثانهشون پره و سریع باید برن دستشویی، تمام اینها با این لیزر CO2 فرکشنال بهبود پیدا میکنه. و باز از علل این ما بخوایم بگیم اون کاهش فیبرای کلاژن هست که تو کف لگن. فیبر کلاژن باعث میشه که استحکام کف لگن رو زیاد میکنه. یه سری عواملی هستن مثل عوامل ژنتیکی، مثل افزایش سن، مثل سابقه زایمان طبیعی، مثل هورمون‌های بارداری، اینا اون تعادل اون فیبرای کلاژن رو به هم میزنن، اون زاویه زیر گردن مثانه تغییر میکنه و باعث این بی اختیاری استرسی ادرار میشن. و این لیزر چیکار میکنه؟ با همین دو روشی که من گفت، با دو مکانیزمی که گفتم، یعنی اون ابلیشن سطحی و اون اثر حرارتی عمقی که ایجاد میکنه، در واقع زیر مثانه و گردن مثانه با کلاژن سازی که ایجاد میکنه، اون در واقع اون گردن مثانه دوباره به حالت یک اسفنکتر در میاد، به حالت نرمال در میاد و شخص میتونه ادرارش رو کنترل کنه و مریضا معمولا 80-90% بهبود پیدا میکنن و خیلی درصد آمارمون بالاست، خیلی آمار بالاییه و تا کسی خودش انجام نده متوجه نمیشه. فکر می‌کنم که لیزره، ولی واقعا آمار بالایی هست برای درمان بی اختیاری استرسی ادرار که خانم ها باید در جریان قرار بگیرن. من یه توضیح بدم که سابق بر این معمولا تمام بیمارایی که بی اختیاری استرسی ادرار داشتن حرف اول جراحی میزن و براشون جراحی انجام میدن، حالا چه اورولوژیستا چه متخصصین زنان. ولی الان با این تکنولوژی های جدیدی که اومده مثل لیزر CO2 فرکشنال، مثل RF واژینال و اینها، خیلی درصد جراحی رو پایین آورده که خب الان لیزر CO2 فرکشنال حرف اول رو میزنه چون قدرتش از بقیه روش ها بیشتره و در از اون زاویه زیر گردن مثانه وقتی تصحیح میشه و اون زیر مثانه کلاژن سازی میشه، قشنگ به حالت نرمال برمیگرده و مریض کنترل ادرار خودشو به دست میاره. خیلی هم عالی. پس خیلی اتفاق خوبیه که خیلی ها خبردار نبودن و ازش یه و چقدر مسئله دیگه، حسن دیگه‌ش هم اینه که ببخشید میونه کلامتون، لیزر رو ما انجام میدیم همون لحظه مریض بره کارش رو انجام بده، بره سر کار، یعنی اصلا نه دوران نقاهت داره، فقط 3 دوره به فاصله 1 ماه باید زده بشه. یعنی کسی که میخواد بی اختیاری استرسی ادرارش رو درمان کنه 3 جلسه رو باید بیاد و واقعا تا میتونم بگم تا 90% اینا بهبود پیدا میکنن. خوب که ما تو این لایومون تونستیم به حدود 500 نفر نشون بدیم و اطلاع رسانی بکنیم که این اتفاق داره میفته. خیلی راحت یک تایم کوتاه و درمان 3 جلسه از این واقعا مشکل خیلی آزاردهنده‌ای که همه جا همراه یک خانم میتونه باشه جلوگیری کنه. بله. خیلی حالا هر سوال دیگه عالی. شما بفرمایید. دیگه که پرسیدن در ارتباط با این هستش که لیزر CO2 فرکشنال برای خانم های یائسه که درمانی رو انجام میده، چه کمکی به خانم های یائسه؟ خانم‌های یائسه چند تا کار در واقع انجام میده. هم جوانسازی واژن انجام میده که با همون روش گفتم میکرو ابلیشن سطحی که اتفاق میفته، اون سطح مخاط میریزه، لایه جدید و جوان در میاد و واقعا از نظر پاتولوژی که نمونه گرفتن تو مقالات مختلف بررسی کردن، نمونه گرفتن به پاتولوژی فرستادن، از نظر سلولی عین سلول‌های خانم‌های جوان شده و خونرسانیشون بهتر میشه، سیرکولیشن خونرسانی بهتر میشه و رطوبت واژن به حالت نرمال برمیگرده. درمان میشه، یعنی چند تا نشونه رو ما میگیریم و چند تا اتفاق برای خانم ها میفته و کیفیت زندگیشون بالاتر میره، رضایت از زندگیشون و کیفیت زندگیشون بهتر میشه. دکتر لابیوپلاستی همون جراحی زیبایی زنان هم با همین انجام میشه؟
بله، با دستگاه لیزر CO2 فرکشنال خب یه پروب مخصوص سرجری داره که لبیوپلاستی با همون انجام میشه و اصلا هیچ ارتباطی به اون لیزر واژینال نداره. یعنی من بارها همزمان هم لیزر واژینال انجام دادم هم لبیوپلاستی، اصلا ارتباطی به هم ندارن، همزمان میشه انجام بشه. پس این دستگاه یه قولی در زمینه کلا دقیقاً. فقط اینم من بگم که مهارت اون پزشک و تجربه کاریش در استفاده از این دستگاه خیلی مهمه، چون ممکنه این دستگاه رو یکی بخره، حالا پول داشته داده خریده ولی بلد نیست باش کار کنه، میگه نه تأثیری نداره. خب ولی اون کسی که سالها کار کرده، تجربه داره، میدونه رو چه ستینگی بذاره، برای تنگ کردن تایتانیک رو چه ستینگی بذاره، برای روشنسازی رو چه ستینگی بذاره، برای لبیوپلاستی رو چه ستینگی بذاره، برای بی اختیاری استرسی ادرار، برای درمان زیگیل تناسلی. همه اینها با هم فرق میکنه. یعنی باید باید کسی باشه که آموزش دیده باشه و حرفه‌ای عمل کنه. اینی که من به شما میگم 90% بی اختیاری استرسی ادرار درمان میشه، نه در مورد کسی که بلد نیست با این دستگاه کار کنه، در مورد کسی که واقعا تجربه کار با این دستگاه داره. به طور یقین این اتفاق میفته که خانم دکتر بکزاده ما بیش از 20 سال تجربه در این زمینه دارن و واقعا با اطمینان کامل میشه که مراجعه کرد به مطبشون. قربان شما. لطفا سوالات سالارهای ماوراتب و پیج شما تمام شد در ارتباط با این موضوع. اگر سوالی هست که شما نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید و بقیه رو در جریان بذارید ممنون میشم. نکته من تقریبا فکر میکنم تو صحبتام نکته ها رو هم تقریبا گفتم که دیگه هم بی اختیاری استرسی ادرار، هم مثانه تحریک پذیر و بیش فعال، اینها درمان میشه ولی 3 جلسه شون رو باید بیان. کسایی هستن که در حالت عادی احساس ناراحتی، حتی تو جوونا، من خیلی مریض داشتم که مثلا خیلی جوون بودن ولی میگم 1 سال احساس سوزش میکنم و علتش رو نمیدونم چیه، درمان نمیشه. باور کنین با اولین جلسه لیزری که حالا من با واژن و همزمان براش زدم، یعنی اصلا اومد تو تمام، گفت اصلا سوزش افتاد. یعنی در این حد خب خیلی قویه این دستگاه، خیلی قویه. شاتای لیزری که میزنه واقعا معجزه میکنه. میگم فقط باید کسی باشه که بلد باشه با دستگاه کار کنه و درست ستینگش رو انجام بده، واقعا معجزه میکنه. مریضا که خیلی خوشحالن، یعنی واقعا خوشحالن از کاری که براشون انجام میشه. پس خانم‌های عزیز لازمه که تفکیک رو بذارن کنار و یک بار هم که شده مراجعه بکنن. اگر کسی شک داره بله 1 جلسه رو امتحان کنه، اگر راضی نبود که انجام نده، ولی اگر حیفه، واقعا حیفه. یعنی من حیفم میاد که خانم‌ها نمیدونن و اطلاع رسانی درستی تا حالا انجام نشده و خب حالا به خاطر مسائلی که حالا هست و اکثرا جراحی میکنن، میبرن بیمارستان، یه هزینه‌های خیلی سنگین، ولی ما با هزینه‌های خیلی پایین با لیزر این کار رو انجام میدیم و واقعا حیفه. یعنی ببینید من میخوام بگم حالا بی اختیاری استرسی ادرار تو خانم‌های بالای 75 سال یا تو کسانی که خیلی شدیده شاید اونقدر مثل افراد جوان‌تر نتیجه نگیرن، ولی تو افرادی که زیر 75 سال هستن و گرید 1 و 2 هستن، حالا دیگه اون گرید آخرش نیستن که دیگه خیلی شدید باشه، اینا واقعا نتیجه میگیرن، حتی تا 90% نتیجه میگیرن. اتفاق خوبی بود که شخص خود من شخصا در این موضوع قرار بگیرم، چون واقعا اطلاعات کافی ماها نداریم و نیازه که از تجربیات و صحبت‌های متخصصین شبیه به شما استفاده کنیم. خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر. من سپاسگزارم از شما به خاطر این لایوی که برای ما ترتیب دادیم، واقعا از شما تشکر میکنم. شما خانم کریمی عزیز خیلی ممنونم ازتون و از بیننده های عزیزم متشکرم که ما رو تحمل کردن و این صحبت های ما رو گوش کردن. واقعا متشکرم. انشالله که حالا در جلسات بعدی راجع به مسائل دیگه صحبت میکنیم. یک افتخاری بوده که میزبان شما بودیم و من میخوام همینجا ازتون خواهش بکنم که مجدد در ارتباط با مسائل دیگه و مشکلات و درمان‌های در خدمت از تجربیات شما استفاده کنیم.
متشکرم. خیلی متشکرم از ممنون از حضورتون. قربون روز شما. متشکرم. خیلی ممنون.